Gəlirdi müsəlsəl belə, güllə belə gəlirdi, tır 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 tır. Qorxudan mərdim dayanamırdı. 50-60 dənə bizim bu köşənin ayağına bum tökülə, bu da 3 nəfəri də öldürdü. همونطور که میدونید در جریان جنگ جهانی دوم و در 3 شهریور 1320 قوای متفقین از شمال و جنوب ایران حمله کردند. هدف از اشغال ایران تبدیل اون به پل ارتباطی متفقین و نجات شوروی از چنگال آلمان نازی بود. بنابراین اتحاد جماهیر شوروی با 3 ارتش که هر ارتش شامل 100 تا 300 هزار نیرو میشد به ایران حمله کرد و این در حالی بود که کل ارتش ایران در اون زمان 130 هزار نفر نیرو داشت. شهرهای شمالی ایران شامل شهرهای آذربایجان در برابر ارتش شوروی مقاومت کردند، اما خیلی زود در هم شکستند و ایران اشغال شد. به محض در هم شکستن ارتش ایران، ایلات و عشایر طبق سنن کهن خودشون به غارتگری و آدمکشی و ایجاد ناامنی رو آوردن و شوروی چون برای برنامه‌های خودش به این عشایر نیاز داشت، حاضر به سرکوبشون نشد. به خاطر همین طی پیگیری‌های دولت ایران قرار شد یک لشکر از ارتش ایران که در حال بازسازی بود به آذربایجان منتقل بشه تا امنیت رو برقرار کنه، اما این لشکر همه جا با ممانعت ارتش شوروی در سرکوب یاغیان مواجه بود. در میانه سال 1324 خبرهای از آذربایجان به گوش می‌رسید. اعضای حزب توده آذربایجان به رهبری سید جعفر جوادزاده خلخالی ملقب به پیشوری میتینگ‌هایی رو برگزار کرده و با راهنمایی‌های میر جعفر باقروف کمیسر حزب کمونیست شوروی در باکو حزبی جدید تشکیل دادن که اسمش رو از جنبش شیخ محمد خیابانی گرفته بودن، یعنی فرقه دموکرات. Aziz kardeşler, firqəmizin rəhbərliyi altında xalisə yerlərini və xalq düşmənlərinin yerlərini kəndlilərin arasında təqsim edib, onların əlinə silah verərək aldığı torpaq və azadlıqdan müdafiə. از همون اول جنگ تعداد بسیار زیادی از کمونیست‌های قفقازی وارد ایران و در روستاها مشغول به کار شدن و افکار خودشون رو ترویج کردن. مثل غلام یحیی دانشیان که در روستاهای حوالی سرابامیانه به گوسفند دزدی و قصابی مشغول بود. ارتش شوروی هم سلاح‌های به غنیمت رفته ارتش ایران و آلمان نازی رو بین این مهاجرانی که در آذربایجان با عنوان قاچاق شناخته می‌شدند و روستاییان طرفدارشون پخش می‌کرد و بدین ترتیب حمله به پاسگاه‌های ژاندارمری آغاز شد. اما ژاندارم‌ها مقاومت شجاعانه از خودشون بروز دادن که این سبب شد دموکرات‌ها با قسم دروغ و حیله‌گری یا بعضاً کمک ارتش سرخ شوروی بتونن پاسگاه‌ها رو وادار به تسلیم و سپس ژاندارم‌ها رو قتل عام کنن. به زودی اونا پادگان تبریز که یک تیپ در اون مستقر بود رو محاصره میکنن و فرمانده لشکر آذربایجان یعنی سرتیپ علی اکبر درخشانی هم تسلیم میشه و به بقیه واحدها هم دستور تسلیم میده و بدین ترتیب در 21 آذر 1324 فرقه دموکرات آذربایجان اعلام موجودیت و حکومت ملی آذربایجان رو تأسیس میکنه و روس‌ها هم در شریف آباد قزوین راه ورود ارتش ایران به آذربایجان رو میبندن. علیرغم اینکه فرمانده لشکر آذربایجان در تبریز تسلیم شده بود، برخی از واحدهای ارتش و ژاندارمری از دستور فرمانده لشکر آذربایجان سرپیچی میکنن و با کمک مردم آذربایجان در برابر ارتش شوروی و فرقه دموکرات مقاومت میکنن که در ادامه این مقاومت‌ها رو مرور میکنیم. اول میریم سراغ آذربایجان شرقی. سراب. وقتی که سراب سقوط میکنه، ستون یکم پیاده ضیای مهر به اتفاق سید علی فاطمی با 22 ژاندارم 5 ساعت مقاومت میکنن و پس از اینکه ژاندارم ها کشته میشن، دموکرات ها اونها رو با قسم دروغ وادار به تسلیم میکنن که بعداً در روستای مهین با اره قطعه قطعه شدن. ارسباران یکی از کسانی که در مقابل دموکرات ها مقاومت کرد رضا قلی خان محمد خانلو در خداآفرین بود
که دموکرات‌ها پس از ناکامی در برابر اون از ارتش سرخ شوروی کمک خواستند. پس از جنگ خداآفرین، رضا قلی خان و یارانش به دلیل سرمایه شدید به خونه یه روستایی پناه میبرند. در همین موقع کاپیتان قاضیوف فرمانده ارتش سرخ در گنجه شبانه از مرز ارس وارد ایران شده و به رضا قلی خان حمله میکنه و پس از دلاوری‌های بسیار عمده نیروهای مبارز شهید و رضا قلی خان به دست نیروهای فرقه دموکرات اسیر میشه. پس از این جنگ در دادگاه با افتخار از نبردهای خودش یاد میکنه و میگه افتخار میکنم که به اندازه موهای سرم از عوامل فرقه رو کشتم که یکی از اونها قاتل پسر خودم بود. رضا قلی خان پس از 3 روز محاکمه در دادگاه فرقه محکوم به مرگ میشه و مجله وارلیق چاپ سال 1325 باکو نوشت رضا قلی خان محمدخانلو دشمن درنده خوی خلق خود حکم قتل خود را صادر کرد. اردبیل. با ظهور فرقه دموکرات، عبدالله خان محمدخانلو خوانین شاه سون را به مقاومت دعوت میکنه و عده زیادی جمع میشن. اما وقتی پای ارتش سرخ به میان میاد، خیلی ها جا میزنن و فقط میرصمد خان حسن بیگی و مردانش باقی میمونن. همین 150 سوار شاه سون باقی مونده به دموکرات ها حمله کردن و با اینکه شکست خوردن به اندازه 700 نفر به دموکرات ها تلفات وارد کردند. همچنین در 24 شهریور 1324 بین شاه سون‌های مناطق فولادلو و خامسلو و فرقوی‌ها درگیری صورت گرفت که شاه سون‌ها به رهبری بهرام خان پیروز شدند. اما بشنوید از مقاومت جانانه آذربایجان غربی. روز 20 اسفند 1324 هم یه فدای فرقه به نام عزت جهان خانملو به روستای مجیدلو میره. اما 3 نفر از شاه سونا اونو کشته و جسدش رو مخفی کردن. اونا تفنگش رو برداشتن و عده‌ای رو هم به دور خودشون جمع کردن. بعد در روستاها به فرقوی‌ها شبیخون می‌زدن و سلاح جمع‌آوری می‌کردن. در آخر هم به همراه جمعی از بیگزادگان آلارلو از مسیر گیلان راهی تهران شدند. ارومیه. اون موقع آذربایجان غربی هم در اشغال روس‌ها بود و حکومت مرکزی سرتیب احمد زنگنه رو برای تامین امنیت به ارومیه فرستاده بود. همون موقع قاضی محمد از طرف حکومت مرکزی مهاباد و منطقه مکران اداره میکرد که البته بعداً خیانت کرد. فرقه دموکرات پس از تأسیس با حمایت ارتش شوروی میتینگ‌های در ارومیه برگزار کرد و اساسنامه خودش رو به ارومیه فرستاد، اما با مخالفت انجمن شهری ارومیه مواجه شد. شاید براتون جالب باشه که بدونید مردم ارومیه با 2 بند اساسنامه فرقه مخالفت میکنن و این 2 بند در مورد خودمختاری آذربایجان و رسمی شدن زبان ترکی بود. پادگان ارومیه هم مقاومت شدیدی در برابر فرقوی‌ها نشون داد و مردم باهاش همراهی کردند که بعداً جداگانه بهش میپردازیم. پاسگاه بالانیش در مسیر ارومیه به مهاباد مورد محاصره یک یاغی کرد به نام زروبیک بهادری رئیس ایل حرکی که متحد فرقه دموکرات و یکی از 4 ژنرال جمهوری مهاباد بود قرار داشت. و سرتیب زنگنه به علت مشکل تراشی روس‌ها نتونست به این پاسگاه کمک کنه، اما 49 ژاندارم اون شجاعانه مقاومت کردند که از این تعداد 2 نفر در بیرون پاسگاه در سنگری محاصره شده بودند. اما چون مهمات کافی داشتن تلفات زیادی به افراد زروبیک وارد کرده بودند. وقتی کردها از پس این 2 ژاندارم برنیومدن، فرمانده نیروهای شوروی سوار بر جیپ به سمتشون رفت و با صحبت اونا رو وادار به تسلیم کرد و با خودش برد که البته هیچ وقت معلوم نشد چه بلایی سر اون ژاندارم ها اومد. پس از این اکراد زروبیک به پاسگاه حمله میکنن، اما هر بار شکست خورده و تلفات زیادی میدن که 2 تن از برادرای زروبیک هم شامل این تلفات میشدن. اینجوری شد که روس‌ها 2 تا تانک به کمک زروبیک میفرستن و این تانک‌ها پاسگاه رو گلوله بارون میکنن و پس از نشستن گرد و خاک‌ها 17 ژاندارمی که زنده مونده بودن خونی و خاکالود از ویرانه‌های پاسگاه خارج میشن و خودشون رو تسلیم کردها میکنن. زروبیک میخواست به انتقام برادرها و افرادش اونا رو قتل عام کنه، اما مادرش مانع میشه و میگه این مردان شجاع مستحق این هستن که جای پسرای از دست رفتن باشن و اینجوری مانع کشتار 17 ژاندارم میشه. پادگان ارومیه با حمله روس‌ها سقوط میکنه و ارومیه به دست دموکرات‌ها میفته. اما در یکی از روزهای پس از خروج ارتش شوروی از ایران و خالی شدن پشت فرقه، دانش آموزان سال 6 دبیرستان پهلوی ارومیه جنبشی خودجوش علیه فرقه راه میندازن. اونا یک روز پنجره‌های مدرسه رو باز کرد و یک صدا با هم سرود شاهنشاهی سر میدن و مردم کوچه و بازار هم با اونها همراهی میکنن. این دانش آموزا به زودی یک سازمان مخفی ایجاد میکنن و شبنامه به خونه‌های مردم میریزن تا اینکه
8 نفر از این دانش آموزا توسط دموکرات‌ها بازداشت شدند. این دانش آموزا حمید دیلمقانیان، اسماعیل آواجیقی، رأفت منوچهری، حمید مرزبان، شاپور احمدی، زرتشت برزگر، احمدالله تدین و غلام حسین خیبر بودند که در زندان‌ها مورد شکنجه و گرسنگی قرار گرفتند. برخی از این جوان‌ها تیربارون شدند و برخی در زندان‌ها جون خودشون رو از دست دادند. اما حمید دیلمقانیان فرار کرد و به عمرخان شکاک پناه برد و با کمک کردهای اون هر از گاهی به دموکرات‌ها شبیخون می‌زدند. چندی بعد هم مردم ارومیه به خیابان‌ها اومدن و 3 شعار سر دادن: زنده باد ایران، زنده باد شاهنشاه ایران، زنده باد قوام السلطنه. اما دموکرات‌ها با اسلحه اونا رو متواری کردن و شبونه عده زیادی رو بازداشت کردن. سلماس. روز 17 خرداد مردم سلماس در خیابون با منظره شنی مواجه میشن. 2 فدای فرقه به نامهای هارتون و آندرانیک در حال ناسزا گفتن به زنی برهنه بودن و کاشف به عمل اومد که گویا این زن فاحشه بوده و حق و زحمه خودش رو از اونا میخواسته. این موضوع باعث خشم مردم شد. چند روز بعدم هارتون در یک دکان سلمانی عکس شاه رو از دیوار پایین کشید و بعدم پارش کرد و بعد با رفیقش آندرانیک بنای فحاشی به شاه ایران رو گذاشت. ناتوانی امنی و بخشداری از جمع کردن این وضع سبب شورش مردم به رهبری مشهدی حبیب کفشجوز شد. مهاجران قفقازی هم مسلحانه مقاومت کردند و تا ظهر 11 زن و 2 مرد از اهالی سلماس کشته شدند. اما تا عصر مردم مهاجرین رو بیرون کرده و مسلح شدند. فردای اون روز فرماندار خوی با فداییان سر رسید و سلماس رو تسخیر کرد. 200 نفر بازداشت شدند و احمد آتشی از رهبران شورش هم تیرباران شد. اما به دستور ژنرال پناهیان زندانیان آزاد میشن و فقط 33 سردسته شورش به تبریز فرستاده شدن. اما مشهدی حبیب فرار کرد و خودش رو به تهران رسوند. زنجان. روز 4 آذر 1324 ژاندارمری زنجان مورد محاصره عوامل فرقه قرار گرفت، اما سروان میر فخرایی مقاومت کرد. به خاطر همین ارتش سرخ دخالت نمود و ژاندارمری رو وادار به تسلیم کرد و بدین طریق زنجان سقوط کرد. اما قوانین زنجان مانند محمود خان ذوالفقاری و قوانین یمینی و اسلحه دارباشی تا پایان حکومت فرقه به مقاومت ادامه دادن که بعدا به طور جداگانه بهشون. در پایان حکومت فرقه یک گزارش از یکی از اعضای فرقه میگه خیال داشتیم در داخله شهر زنجان سربازان ارتش شاهنشاهی را که یک گردان بیشتر نبودن قتل عام کنیم، ولی این کار را غیر ممکن دیدیم، زیرا اهالی به قدری از ما نفرت داشتند و شیفته سربازان ایرانی بودند که ما دیدیم اگر توقف کنیم تماما به دست زنهای زنجانی قطعه قطعه میشویم. این بود که با 2 قطار موجود در راه آهن به میانه رفتیم و در قفلانکوه برای دفاع آماده شدیم.